سلام خدمت دوست عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز فکر کنم 17 مهر 1403 هستش. گفتیم یه نگاهی به این حالا کندوی 5 قابیمون بندازیم ببینیم که اوضاعش به چه صورت هستش. خب حالا قبل از اینکه ما این کارمون رو شروع کنیم، اگه یادتون باشه من توی چند تا ویدیو قبلتر حالا ملکه‌ای که گفتم حالا یا پیره یا با هر دلیلی به درد نمیخوره و آخر فصل هستش، ما باید چیکارش کنیم. اگه یادتون باشه من اونجا گذاشتم که ملکه اون کندوچه رو گذاشتم داخل اون کندوی شماره 4. اون کندوچه یعنی کندوی 5 قابی دیدم دیگه ملکش کارایی نداره، قاباشو دادم به کندوی دیگه و ملکه رو حذف کردم. شما بعد آخر فصل اون کندویی که حالا ملکه هاشون کارایی لازم رو ندارن و حذف کنید و جمعیتش رو به کندوی حالا دیگه بدید. حالا بریم سر همون کندوی 5 قابی که بریم داخلش چی هست و وضعیتش به چه صورت هستش. خب حالا کندو رو باز کنیم که داخلش یه نگاهی بندازیم. ما براش خمیر شیرین و کیک گرد گذاشتیم که خوردن. یه مقداری از کیک گردشون مونده. جمعیتش زیاده، اگه اینو در بیارم احتمال اینکه آسیب ببینه ملکه هستش. از این قاب در میریم که تا جایی که میشه ملکمون کمترین آسیب رو ببینه. سعی کنید این موقع از سال حالا زیاد کندوتون رو خیلی وارسیش نکنید، انگولکش نکنید که خدا نکرده مقدار یه موقع ملکه از بین نره. خیلی با احتیاط در میاریم که بدیم وضعیت تخم‌ریزی یک کندوی 5 قابه که 4 قاب داره. یه قابش که شربت خوری هستش، ابروی یا عسل، گرده، تخم، یک قاب بسیار عالی. قاب کنارش که میشه عسل، قلمپه و این قسمت هم که ذخیره گرده هستش. اینجا هم به همین صورت ذخیره عسل و یه مقداری گرده. قاب بعدی باز ذخیره عسل، تخم‌ریزی و این سمتش هم به همین صورت گرده هم هست. دیگه جایی نداره عملا، نیاز هم نیست دیگه الان فضا بهش داده بشه، چون زمانی نیستش که شما به کندو فضا بدید و بذارید که ملکه جا برای تخم‌ریزی داشته باشه. همونی که هست کافیه، چون تخم‌ریزی دیگه به اون حدی نمیرسه مثل بهار که بخواین شما فضا بدید. البته بسته به منطقه هم داره، اگه شما جنوب باشید بله باید بدیم، ولی جایی که ما هستیم نه. حالا این قاب قشنگ 2.5-3 کیلو وزنشه.
یه تخت عسل. حالا من ملکه رو پیدا نکردم که بهتون نشون بدم، ولی شما همین تخم روز که ببینید کافیه، یعنی که این کندو ملکه داره و مشکلی نداره. حالا بذارید من زیر شربت خوری هم یه نگاهی بندازم. احتمال داره اینجا بله یه مقداری حالا هرزه بافی کردن، کاری با این هرزه بافیشون هم نداریم، دست نمیزنیم. بذارید من ملکش هم ببینم، ملکه هم بهتون نشون بدم. همین سطح از تخم‌ریزی توی موقع از سال برای یک کندوچه یا یک کندوی چارقابی خیلی هم عالی هستش. ذخیره عسل خیلی خوبی داره، نیازی به تغذیه نیست، چون موقعی که ما عسل رو برداشت میکنیم بعدش دوباره باز تقریبا یه ماهی شهد منطقه میاد. شاید نهایتا ما 1 یا 2 بار یه شربت کمکی به این زنبور بدیم، بقیهش خود زنبور کار میکنه و میاد. شما باید منطقه‌تون رو بشناسید، گلای منطقه رو بدونید که گلای منطقه رو بدونید که حالا کی شهد داره، چه گلی شهد داره، کی هست و اوضاع به چه صورت هستش که بتونید یه برنامه‌ریزی دقیق انجام بدید. طوری نباشه که شما حالا عسل رو بردارید بعدش زنبور برای خودش هم حتی غذا نداشته باشه یا حتی گرده دیگه تو منطقه نباشه. ببینید شما درست حالا گرده میدید و حالا شربت کمکی هم میدین، ولی هیچ چیزی جای اون گرده‌ای که از خود طبیعت میاد و زنبور گرده رو به اون به پاهاش میاره داخل کندو باعث نمیشه که زنبور شروع کنه به تخم‌ریزی، ملکه شروع کنه به تخم‌ریزی. یعنی اون تأثیری که گرده‌ای که از خود طبیعت میاد 100 برابر اون که گرده‌ای هستش که شما به زنبور میدید. پس این رو در نظر داشته باشید. اینم ملکش. ملک‌های بهگزینی خودمون هستش، بسیار عالی و کار درست. اینم داخل این حالا کندو رو گفتم یه نگاهی بندازیم با هم دیگه ببینیم که اوضاعش به چه صورت هست. اگه برسم حالا یه از این کندوی 10 خوابی هم یکیشو باز میکنیم و یه نگاهی میکنیم. امیدوارم که از دیدن ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. یه کامنت حالا انگلیسی، فارسی، فینگلیش، نظر، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که مد نظرتون هست برای ما بذارید. کانال اگه سابسکرایب نکرده حتما کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم روی حالت آل قرار بده تا یه پستی قرار داده میشه خیلی سریع متوجه بشید. با تشکر.